جنگ خیابان به خیابان در باریکه غزه. وزارت دفاع اسرائیل نواری نشر کرده است که جنگ خانه به خانه در شهر خان یونس غزه را نشان می‌دهد. تصدیق درستی این نوار دشوار است. مقامات بهداشتی غزه میگویند در حمله‌های اسرائیل هر روز 10 نفر کشته میشوند. پزشکان و کارمندان سازمان‌های مددرسان میگویند وضع در غزه دهشتناک است. غزه از راه زمین در محاصره است و برخی کشور و سازمان‌های مددرسان تلاش دارند از آسمان به ساکنان آن غذا رسانند. در آغاز ماه رمضان نیروهای هوایی اردن طریق هواپیما از آسمان به ساکنان غزه آرد و برنج، غذا برای کودکان و آب پرتافتند. نیروهای هوایی آمریکا نیز 88 بسته به غزه پرتافتند. حالا تصمیم است که یک بسته دیگری کمک‌ها از این راه به غزه رسانده شود. یک کشتی نظامی آمریکا حالا در راه به سوی ساحل‌های غزه است تا آنجا یک بندری موقتی برای کمک رسانی بسازد. مقامات آمریکا میگویند این بندر امکانیت خواهد داد که به مردم غزه از راه آبی کمک رسانیده شود. سازمان ملل متحد میگوید ساکنان غزه از گرسنگی اذیت میکشند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است، شمار قربانیان جنگ را 31,000 نفر اعلام کرد. آماری که جو بایدن پرزیدنت آمریکا با آن با شبهه نگاه میکند. امکان ندارد که شما باز 30,000 فلسطینی دیگر را قربانی عملهایتان کنید. راههای دیگری برای مقابله و راههای رسیدن به درمان آسیب‌هایی که حماس رسانیده است وجود دارد. بایدن از تعیین خط سرخ برای اسرائیل که اگر آن را عبور کند از حمایت آمریکا محروم می شود خودداری کرد. آمریکا پس از حمله حماس در روز 7 اکتبر به اسرائیل از این کشور پشتیبانی می کند. ماه رمضان آغاز شده است ولی برای هزاران ساکن عادی و 72,000 مجروح در غزه از راه آسمان و زمین و بحر کمکی لازمی نمی رسد.